سلام سکانه هستم. خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی ماتم بلید بنرلورد 2. قبل از شروع بازی لایک کامنت دنبالت نرش کنید فدا دارین یوتیوب به سابسکرایب کنید پارتون دنبال کنید خلاص همینجوری دنبال کنید بریم برای ویدیو لیتس گو. باورت دادم خب همونطور که مشاهده میکنید چرا پرچم من زرده به این دلیل میگم چون من بعد از اینکه ویدیو تموم شد یه 1.5 ساعت نشستم بازی کردم و اینا مزدور عربا شدم. خلاصی کلام مزدور عربا شدم و زن گرفتم. کی رو؟ دختر پادشاه عربا رو. دختر پادشاه عربا رو استوندم. این من کجاست؟ آره دختر پادشاه عربا رو گرفتم. بعدش بعدش دیدم یه ارتش 300-400 نفره داره میره همینجوری گاو عربا انداختن میرن. بعد رفتم چون نمیذاشتن من باهاشون باشم دیگه، میگفتن ما هنوز چون تو جنگ نیستیم مزدورم نیاز نریم. بعد من فهمیدم که آقا جنگ اونا سریع عضوشون شدم. 100 تا بهم پول میدن دستشون در نکنه، خیلی فشار اذیت میشن، اصلا کمرش میداره میشکنه. زن گرفتیم و این زریان که الان شما میبینید مال زنمه، من نی. در واقعیت اصلا هیچ کدومشون مال من نیست. این کمانو خودم خریدم، اینم خودم پیدا کردم، اینم خودم پیدا کردم، اینم که اینو از تو جنگایی که زدم پیدا کردم، اینم که تو آرنا برده بودم. حالا بقیش مال حاج خانمه. به همین سادگی اون شمشیری رفت. الان آقای ارتش عرب گاو داریم میریم چرا بزنیم یا جان مادرت بیا اینجا بگیریم بزنیم خیستت کن بیا. خدا شکر یه جنگ میخوایم با هم بریم اروپای. کجا اروپای؟ فوجی یا اول فاز. آره اسبمون رو تقویت کردیم، این اسبمون سرعتش. کمانو داری به مالا دادا. کمانو رفتم من مغولا خریدم و فوکوس رو عوض میکنیم با تکبیر. دیدم هیچ کنم یا اما باش به مجموعه تو میزنم سیم پرده بیشیم دیگه. اولا من این بنده خدا فرماندهشون خیف کردیم الان بزنیم بتره که اوی سوار کارو حمله کنید. الله اکبر. اومدن مرسی که به هیچ خریدم. داشت بزن توی مادره چیم
حمله کنین. فرمانده و تویده خودشه کلاویچ. واه هجوم پره شروع شده. همون نشد. آداش مال منه. باید درست تو دهنش کنم. یه دونه کشته دادیم، یه دونه کلا. مرسی بچه ها. هرچی من به گوه رفته میگم هم چرا منو خف کردن. واقعیتش منو خف کردن، زدن ترکوندن. راستیت کلام نابودم کردن. این از اون خاندانی بود که ما باشون مشکل داشتیم. یه خاندان شورشی بود ها. خب یه خاندان شورشی بود، ما باشون تو جنگ بودیم. خاندان شورشی چه ارزون قلعه نداشتم ولی با ما مشکل داشتن، چون هر کلن تو این بازی برای خودش یه خاندانی داره که بر علیه با اونو مخالفن، یعنی بر علیه با اونو مخالفن و شورش دارن بر علیه اون. این ببین با اینا دیدم با اینا بود. الان باشون صلح کردن. آره مشکل داشت اینا. 85 نفر منو گرفتن زدن ریدن. خیلی هم نیروهاشون قویه. من با 2 تا کشور منگول و این نداشتم اون تو جنگیم. اینا دارن ما چه پولی میدن آجی. داشت برو بریم. 1050 نفرن. 50 نفریم. حاج آقا اوه گوه تو من جنانم. به به فرزندم. ایوه خدا شکر. فرض من ببینم پسر یا دختر. امیدوارم ببینم چجوری. وای بافاش خیلی بده. ریدم توی زندگی. لیدی دختر خب مشکل نره. اوکی من دختر همه ندارم. پسر رو خب بافاش شجاع و مغز متفکر باشه مثل خودم. خودش دادم باشه. حاجی وای ریدم. حاجی اون دکمه ای که اسبم اگه توی جنگ بمیره در واقع نمیره. اشتباه شده. اسبم توی جنگ بمیره دوباره بیاد. کلن به چخ نداره. ولی مثل که یادم من ریدم از اسب ندارم. حاجی یا اول یه دو میزد 90 تا دمش بود. ایوون ندن یه داره. کجا پناه بگیرم بزنم جا ندارم. Senin razı edebilirsin.
خیلی جامو بد بود اصلا مشخص نبود کی به کیه. انشالله قرار میدن من ولی فکر نکنم تو رایگیریشون راه چیز قلب بایی میخورد. منظره رو داری کم کنم قطعا مباتی چی بهم برسه. من چه غلطی کردم که بخواد یه چیزی بهم برسن. مرسی پرشما اول پرشما چه سمی داشت. بابا بیا بریم حسفقو دارن میزنن. وای چقدر خره عجبا حسفقو ره ارتشمون با آتاش خلا پر کنه بینیم به کجا میرسه. به قرآن گاوی اول فضی گاوی جدی میام. بابا مغلا دارن پارمون میکنن لعنت یا حسفق حسفقه فقه ارتش این مرم برن گوهشون. خواهیم بریم مونیرا رو بزنیم. دارم چی میمونید گاوا آقا اگه بریم از حسفق دفاع کنم من خیلی راضی میشم. او چه خفتی کردن. ارتش بخرم میرم نم حسفق دور برای حسفق چه خبر. بابا ریدم اولی اسب ندارم. آی خیلی اوضاع خرابه. اسب ندارم با این دکت اسب نمیتونم. بابا خیلی بده جدی میام. اولی اسب ندارم خیلی چیز سمیه. یوه خب بله حسفق سقوط کرد به دلیل اینکه 1700 نفر دارم از سعی میزنن دیگه اصلا نمیمونه بنده خدا رو زمین. قاطعش کن نمیاره ریده شد توش. نشد الان ما بریم رو ساعتش میزنیم بینید پایینتن بذاره خورت کنیم برینیم تو اقتصادشون. الله اکبر خدا من اسب ندارم. ماشالله مغولا رو داری از زد عباسی سوارکار مغول رو بردم سنگین ها از زد عباسی پیاده نظامان رو نه اونا کشتن من ما کش. چه غلطی بودم بساله شما می ارتشی من نیستیم ولی سم کار کنیم. چیزی نیست مشکل نره. مرسی آتش میزنیم استارو بابا ببین حواسون باید باشه کسی اومد سری فلنگ رو ببریم. ببر در راه خدا. داداش ارتش جمع کرد داداش جون مادرت بینجا. بابا بیا بریم حسفق لعنتی. بابا تایی اولاغه خاک تو سرش بابا در آنه رو بخف کن گوخور نه رفتن در رفتن بابایی. بینا مثلا مشکل دارن با اروپایی ها. بابا شما نه
هیچی نذاشتم بگم گو من کسل دادیم اینجا بنده خدا آجی بعد زدن مرسی یا ابوالفضل کاروان مالا خوبه کاروان مالا خوبه این شهر رو نمیزنیم اومدیم میخوایم بریم اون ایران بزنیم ببین چه گاویم نه جدی ببین چه گاویم دیگه یا ددم وای یا ددم وای ددم یاندی یا اب خوشی خیلی لعنتی بریم چند نبریم بله ما اینجا هستیم که این قلم مثل انقره سقوط بفرمایید من رب نریم آباس یه ارتش جمع کرد خب ما اینجا یه اسب بخرم نداشت لعنت سرعت داشته باید سرعت 35 اسپید 48 پشمو بابا از مغولا باید بخرم نمیتونم برم با مغولا تو جنگیم لعنتی خیلی بده اوضاع بیا بریم با راضی من یه اسب بخرم حضرت عباس اینجوری نمیشه داشت بریم اینجا تو جنگ داشت بیا آباس آبالس اوی گوسفند عزیز داشت بیا منم هستم بیا با هم بزنیم ددم وای اسکلو اشتباهش بابا قرب کاروانو بزنیم کار نرم بود ددم وای ننم وای ددم تو داشتی که خیلی بد اومد یا حضرت عباس داداش بگیر 50-50 سگ تو قیافه انترت کنم میگم بگیر 50-50 گاوه بود خاک تو خره چی میگم خاک تو خره برو بریم راضیه برو یه ارتش 5 نفره پیدا شدید جلوی او خف کردمش ای بود دایی دور زده جو میومدنی گرفته بودمش آقا ولکن ریدم تو زندگی بودن آجی بعد داریم شکست کنیم جدی میان شکست نمیخوریم داریم میچاییم رسم خیلی هم اوی زنم اونو نه زره داره خونه زنم کلوش خیلی سمه او رو گم شده چه سمیه کلیا رو از اینجا پیدا کرد روستایا الله برکت آموز کمانه از کمان خودم خیلی خفن تره مرسی واقعا آی دکتر چونگ خب 250 تا شد پولی که به دست آوردیم غذا نداریم من یه ذره غذا میخرم اوکی مشکل ارتشمون رو باید تقویت کنیم نه نمیارم نیرو جدید همین الان او خیلی کاروانم فقط داره بیان پول بده پول بده اسکولار عزیز خیلی هن نمیتونیم بزنین داداش خیلی هن دادم وای ندم وای داداش خیلی هن خیلی نیستن خیلی هن تو تا ارتش بله هجوم آوردن اینا رو بزنن قطعا شکست میکنن نه باشی حالا سی جی میشیم جوین میشیم قیافه رو موزیکش بنفشه چه سمیه چه سمیه داداش
آیا اسکول ما تو جنگیم با یک پیس کردیم. یس با امپایر پیس کردیم. خدایا شکره. یارو من بگیرم اینجا خف کنم بذار سگ بده. او بسم الله ببین 60 تاشون کمانده میخوام مثل سگ بریزم. چون من میره من میاد. اوی والا من ریدم توی نصف پیش کنم. مرسی. از کجا میتونم فرمان بسید آو چه ببینیم گوه بسیم بودم کشته دارم قربان خف کردن لا 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 جانم
فکرم بخوان سول کنم. آره میخوان سول کنم. میخوان سول کنن. داشت بده تو خسرو خوب بزنیم. خسرو 130 تا نیروش عربه. مرسی. شیشه منو حضرت عباسی. ببرم این غذا خرید مرسه ببین 7 تومن سکی قرار بهم بده. بله این قرار به چه داره سیچ میکنم ماشاءالله. امیدوارم بتونم بزنم. یاد دادم وای من یه 4شو ندارم. کجا؟ Stop that. Who are برادر اینا کار باید نه توش خیلی هست انقدر ارتش من ضعیفه میگه نصف چند سالی بزنش. به یه زمان روستای خودمون بود حالا من میرم آتیش میزنم چه هم بزنم. مرسی 7 کشته دادیم تانکیو به مارچ اوه لازم میشه کاربان نکنم من ندارم کاربان حیوان چون سود بهم نمیده. باز اینجا رو گرفتن دادم وای. Hello my friend, who is your best friend at Oscott? ویتزان بابا نوکرتم به با هم بریم. نمیشه نمید برو داخل راحت بزنید بتره کنم با ناغورم چون یک لحظه من برم
خب بریم. لا 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 لا. منتظر ارتشیم که بیاد. نه ارتش دیگه بچه همون که قراره بیاد. بله یکی اومد ماشاءالله. کرم یه برمیانه ولی من زره هایی رو میخونی 10 کیو سجم زره هایی داره. خجالت نمیگیری؟ حتما میخوای سول کنی آره؟ او این ارتشمون رفته داره میزنه این بچه ها رو. بابا باری کل اوقا چقدر زشون دو اول فصل برو برید باش 300 نفر تو بیونی بزن پلنینه تو بزن آفرین ما میریم اینو بزنیم. آه نه ما میریم کمکش. باش تو این جنگ علی بده خونه جمهور بگی من سوال اومده برو بیا علی بسم الله. ببین اینجا قرار خفم بود اصلا نمیره. یا علی بسم الله برم دادم بود یه دونه دیدم. تو بعد حرف موازی داشتن یه تیر بخورم تو جمعه چرا چون همش درگیری نمیشه سریع برم این چرا سریع نمیشه کسخلا عقب نشین که گاف که میگن همینا صورت از اونا نره. این سنگینه فکر کنم درسته. جون دشمن چرا مردم خودش گو نخور بابا لودگی کو بابا سیشتیر بیدیم بابا خوشی من چرا مردم تو جنگ. آره من یه بچه گزینه رو روشن کردم یه دکمه رو زدم خب که فرماندهان نظامی امکان این که توی اون جنگ بمیرن رو داره. آره اولم رو خودم حساب شد مثلا چرا من مردم اونجا هنوز ریدم تو خودم چرا گوی تو داشت هستی رو بزنی با
بیا با هم بزن. بیا جون مادرت خاک تو سرت بزن. برمیگشت میزد دهنم سرویس بود اول فصل. من عضو آبش نیست. ثانیه‌ای اصلا 1 دقیقه وای نست داشت ببین میندازه جون مادرت. یا اول فصل یا دادم وای آی چه پشمام ریخ یه لحظه. چرا مردم؟ یا اول فصل یا حضرت عباس یا موسی بن جعفر. ما میخوایم اینا رو خیف کنیم. خب نمیدونم چجوری خیف کنیم. به نظرت برم تو جنگ؟ ما سیج میدیم کمکش. بس بچه ها کاری بکن. خب دوستان بودیم در انتظار شما ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد در این چند دقیقه یا اول فصل. حس ششم بنده میگه گمشم برم. Stop there. داداش Who- بوده در علت بشه. بیا با پول حلش کنیم. این مادرت بیا با پول حلش کنیم. تسلیم میشم میجنگم. فرار کنیم. بابا سیشتیری زدم. با اونو رفتم خودتون زمینه میرم. گفت بیا کمک این الان خوردن اینا رو. خواهیتون سرت من. باید من چه رفتم تو اینا. الله اکبر شکست و اول فرد. این چه علامتیه؟ همین ما میتونیم فرار کنیم. مرسی خودم زنده مونم. بای بای. ببین حسنیت مهمه. ارتشون رو داریم ترکونیم. بای 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 بای. لوت گیم سریعا لود گیم لالا. خب سلام تا جای ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت دنبالتون نره. عشق من فدای دارین. زیاد پارتالونس از غلط خاصی نکردم ولی اونجا که خودم بازی کرده بودم خیلی کار زیادی کردم. تا پارتی که شما خودت بازی می‌کنید. بای بای.